رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با هیئت دسته منتخب تاجیکستان که در 33مین بازی‌های المپی در شهر پاریژ فرانسه اشتراک می‌کنند، واخوری انجام دادند. در واخوری مذکور در برابر ورزشگران، راهبریت کمیته ملی المپی تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون‌های ورزشی و مربیان شرکت نمودند. خاطررسان می‌نماییم که از سنه 26 ایول تا 11 آگوست سال روان در شهر پاریژ فرانسه بازی‌های 33م المپی برگزار می‌گردند. در این چهاربینی مهم ورزشی، جمهوری تاجیکستان را 14 ورزشگر از روی 6 نوع ورزش، جودو، بوکس، تایکواندو، گشتن طرز آزاد، شیناوری و ورزش سبک معرفی خواهند کرد. در برآمد خود رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قید نمودند که ورزشکاران در چنین چهاربینی‌های با نفوذ ورزشی نه تنها با کسبیت و قابلیت فوق‌العاده بلکه با خوش اخلاقی و رفتار و کردار نمونوی نیز معرفگر میهن و فرهنگ خویش میباشند. این چنین قید گردید که دستگیری جوانان وطن دوست و میهن پرست از آن جمله ورزشکاران همیشه در مد نظر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته بهر انکشاف و صیقل ورزشی آنها در مملکت تمام شرایط‌ها مهیا میباشند. اظهار باوری کرده شد که در آینده ورزشکاران تاجیک از خود مهارت بلند کسبی نشان داده شماره راهخطها را به چنین مسابقه‌های با نفوذ بیشتر می‌سازند. تأکید شد که ورزشکارانی که در بازی‌های المپی پاریژ 2024 سزاوار زینه‌های افتخاری می‌گردند از نام رئیس شهر دوشنبه با خانه‌های 3، 2 و 1 حجره‌دار از پایتخت مملکت سرفراز گردانیده می‌شوند. در آخر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی پرچم کشور را به تیمور رحیموف، پرچم برداری دسته ورزشکاران تاجیکستان تقدیم نموده به همه آنها برای مظفریت تمنا نمودند.